سلام، مرضیه حسینی پور هستم، روانشناس کودکان و جوان و مشاور مدرسه نیکان. وقتی صحبت از سلامت روان میشه، ذهنمون میره به سمت تغذیه و ورزش. اما بخش مهم دیگه‌ای هم هست به اسم بخش سلامت روان. امروز میخوایم در مورد سلامت روان کودک صحبت کنیم و جالبه بدونید خانواده مهمترین بخش سلامت روان کودک به حساب میاد. چند تا نکته رو با هم بررسی میکنیم. نکته اول محیط خونه است. بچه‌ها توی خونه‌ای که آرامش و محبت باشه احساس امنیت میکنن. وقتی پدر و مادر با احترام با هم رفتار میکنن، ناخودآگاه کودک یاد میگیره که دنیا جای امنیه. نکته دوم گفتگو کردن با بچه هاست. وقتی با بچه ها حرف بزنیم، نه اینکه مدام سوال و جواب بکنیم، در مورد تکلیف و مدرسه ازشون بپرسیم، در مورد احساساتشون باهاشون حرف بزنیم و نظرشون رو در مورد تصمیم‌های کوچک بپرسیم. وقتی کودک احساس کنه که نظرشون مهمه، حس ارزشمندی پیدا میکنه و عزت نفسش رشد میکنه. و نکته مهم بعدی گوش دادنه. یعنی واقعا به حرفاشون گوش بدیم، نه اینکه بخوایم سریع قضاوتشون کنیم و بهشون راه حل بدیم. همین گوش دادن ساده میتونه اضطراب رو از بچه‌ها بگیره و رابطمون رو محکم‌تر کنه. در واقع بچه‌ها برای رشد روانی سالم فقط به خواب و تغذیه مناسب احتیاج ندارن، بلکه به احساس امنیت، شنیده شدن و درک شدن هم احتیاج دارن. پس بیایید از امروز هر روز چند دقیقه با بچه هامون حرف بزنیم، با دقت گوش کنیم و فضای خونه رو پر از آرامش و امنیت کنیم.